سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز به اتفاق مجید میخوایم بریم موزه گربه ایرانی یا همون میوزه. اینجا از نمکتون مجسمه و رومیزی و تابلوهاش گرفته تا نقاشی و عکسایی که به در دیوار زدن همه گربه. خود این یک نماد فرهنگی هنری تاریخی حضور گربه در تمام نقاشی‌ها، تمبرها و عکس‌های این موزه. نامگذاری گربه‌های اینجا ویژگی خودشون دارن. مثلا ایشون شهرزاد سیاوش هستن، مدیریت میوزه، و این گربه نژاد سیامی یا بابک یا بیژن یا فروغ که اینای خانواده رو تشکیل میدن. بعضی از گربه‌های میوزه با هم نسبت خانوادگی هم دارن، مثلا اختر و فرخ. اختر که به عمه اختر معروفه، خواهر فرخه. فرخ که گربه نابینای میوزه، همسر شیرین و پدر فرخ زادگان. اگه تصمیم گرفتی از این میوزه بازدید کنی، باید بهت قوانین و شرایطش هم بگم. ناز کردن، بغل کردن گربه ها ممنوع، ولی اگر گربه خودش این اجازه رو بهت داد و اومد تو بغلت، با کمال میل میتونی از ناز کردنش لذت ببری. هر وقت خواستی بری میوزه کسی باهات نبود، فقط یه زنگ به من بزن. خیلی ممنونم. خداحافظ.